اصلا آدمیت چیست؟ دور از شر بودن و این مادری آزاده اندیش و رسالت شناخته احترام را قایم گشت با زحمت ترغیب انا همین حکمت. یک عمر در اندیشه رشد تفکر بچه ما و شما ایجاد کرد. عاشقانه بی‌طمع زحمت کشید و به این زحمت صداقت داشت. و بیننده عزیز، این زمان ما تصمیم داریم از این چهره سرشناس عالم ادب بگوییم و از صداقت و زحمت او در فضای ادبیات بچگانه. اینک بفرمایید عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، نویسنده صفیه ناصر. صفیه ناصر نویسنده 81 ساله، گلدختری نازنین وطن، زاده شده در سمرقند بوستانی در خانواده زیایی. حرف اول و رقم و حساب آموخت در کودکی با لطف و مرحمت برادر و مادر مشفق. چون کامل شد و به کمال رسید، با قلب مست آرزوها بال گشاد در فضای زندگی و اینک راهی طی کرده. بعد ختم مکتب میانه رقم 15 زادگاه داخل می شود به فاکولته فیلولوژی دانشگاه سمرقند. مرغ بخت که او را می آورد به دوشنبه دانشگاه را ختم می کند در تاجیکستان. مشعل پیانری تاجیکستان، کمسمال تاجیکستان، زنان تاجیکستان، چشمه، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اینها نشریه، کمیته و مکتب‌های بودند که صفیه ناصر از ایام دانشجویی تا سن نفقه فعالیت نموده است. آثار ایجاد شده: معجزه‌کاران کوچک، مغز نغز دانک، بهار باغ خزان رسیده، صد اسکندری، تنوری آسمان، ستارچه درون سیب، گهواره‌بندان، ظرافه سیب دوست، آی خودپسند، مکافات عشق پاک، دختر از گوشه فراموشی، سرکاسه لب شکسته، ساز محبت، آثار آماده چاپ، مردشو و زندشو، تنکوچه سرفقامتان. قدردانی ها: علوچی معارف تاجیکستان، دارنده نشان سخن. همچنین صفیه ناصر پاداش زحمت های ایجادی، افتخارنامه و رحمتنامه های زیادی را نیز سزاوار شده. فرزند هنرمند خاندان، همسر مشفق و مهربان، مادر دلسوز و دیده‌دارا، بیبی جان قصه‌گو و افسانه خوان، عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان، نویسنده صفیه ناصر. صفیه ناصر ما هنوز خواننده مکتب بودم، در صنف 8 میخواندم که یک حکایه اون کس رو در مجموعه حکایه ها دست جمعی، حکایه های دست جمعی از همون جا خواندم. عشق اول نام داشت این حکایه و از همون وقت من با نام این نویسنده شناس بودم و خیلی اون خوشم آمد اون حکایه. بعدن وقتی که ما اینجا خوب در دانشگاه تحصیل میکردم گفتم چه خیلی با خوشبختانه تقدیر به من یک مورد دست داد که چند مدت همراه ایشان بودم. و صفیه ناصر ایجاد اون کس برای کودکان اگر ما بها دهیم بهای عالی است، زیرا اون کس اونقدر به دنیای کودکان وارد شده اونقدر خوب آموختند که در نوشته هایشان در هر یک حکایه، در هر یک قصه، در هر یک حتی جمله و واژه های اون کس همون برای کودک یک چیزی هست که اون رو کم در ایجاد دیگر خوب نویسندگانی که برای کودک می نویسند من مشاهده کردم. وقتی که حکایه های خردک و عجیب صفیه ناصر رو می خوانید ذوقی هست در اون حکایه ها، یک شوقی هست که وقتی اتمام همون آخری همین حکایه حتما کودک شاد می شود یا که یک چیز از آن می آموزد. استاد صفیه ناصر که بسیار یک دل بزرگ دارند، یک دریادل هستند برای نسل امروز، یعنی آن نوقلمانی که امروز میخواهند
نویسنده های بزرگ شوند یا شاعران بزرگ شوند، بسیار یک درس خوب هم داده می توانند، چون که تجربه بسیار بزرگ دارند. من باوری کامل دارم که با حکایه ها، با اثرهای جاودانه شان صفی ناصر نه تنها این نسل و دیگر نسل ها، بلکه در آینده نیز چندین نسل ها را تربیت میکنند، چون که این حکایه ها و این اثرها روی یکی نیستند و یک اثرهای جاودانه برای این ملت و این دولت همیشه خدمت خواهند کرد. مادر عزیز، شما یک عمر با بچه ها سر و کار کرده، شما خود را فدای بچه ساخته، شما نخواستید که از دنیای بچه ها بیرون شوید. بچگی خودتان، ایام طفلی خودتان در یادتان هست؟ میانی کدام یاله های سبز، میانی کدام کوچه های تنگ پشت سر شد بچگی خودی شما؟ دوران کودکی من در زمان جنگ گذشت. سال 42 من به دنیا آمدم. پدرم علاکه سال 47 ما را ترک کردن. من یهودی موندم. پدرم هنرمند بودن، دانشمند بودن، هر خیل داروها تیار میکردن، طبیب بودن، همه عطار بودن. انا همین چیزا همان زمان سیاستش به معقول نبود. گرفتن حبس کردن، در همانجا بیمار شده در 49 سالگی گذشت. من و برادرکم 2.5 ساله هر دو یتیم ماندیم. برادرم کلان سالتر بودن که بعد 1 سالش خدمت حربی برفتن. مادرم بسیار زحمت کشیدن برای تربیه ما. هم پدر شدن هم پدر بودن هم مادر بودن. بسیار ناخوانده بودن، لیکن اینقدر زنی و سرشته، به تمکین، به فهم، به فراست بودن که همین خیل زمانه خیل همین موافق زمانه رفتار میکردن. من میگفتن که خان دخترم، مثل من ناخوانده نباش، با عذاب زندگی نکن. همیشه آدمی با سواد کارش پیش می رود، عقلش زیادتر می شود. من بسیار کتابخوان بودم از خودی. حرف اول رو از کی آموخته؟ من 6 ساله در مکتب قبول شدم و حتی پیشتر می رفتم. 1 سال پیشتر برادرم از مکتب سمکشو نگرفته بیان، من گرفته هم سمکه این کسه به مکتب می رفتم. معلم‌ها آورده می ماندن یا راهگذرها آورده می ماندن. بعد 1 سال مجبور شدن که قبول کنن. 6 ساله قبول شدم. ذهنم تیز بود، است نمیدونم، سوادناکم شدم. من علاخوان بودم، همیشه کتابخوان بودم. 1 هفته و 1 مرتبه کتابخانه شهری به می رفتم. از همونجا 1 تورخلطه کتاب گرفته می آوردم. 1 کتابدار از روزنامه‌ای کلان سالتر بود، باورش نمی آمد که من اینقدر کتاب میخونم و کتاب گرفته ورق زده از من سوال میکرد. مؤلفه نامش میپرسید، مقصدی مؤلفه میپرسید، قهرمان های نامشون میپرسید. همین خیلی من جواب میدادم، باور کرده سونی کتاب میداد، نباشد کتاب نمیداد. من همین خیلی کتاب خون شدم. همین حقیقتا از کتابخونی من برد کردم که بخت نه. دنیای درست‌تر فهمیدم، جهان بینی من وسیع‌تر شد، زندگی به نظرم دیگر شد، آدم ها به نظرم دیگر شد. من همین خیلی به بایه رسیدیم. مثل که توسط کتاب با جهان پیوسته. کتاب من مثل پدر، پدرم که نبودن، من همین خیلی مثل پدر تربیت کرد. راهنما شد. برای اینکه کتاب چیزی است که دامنش وسیع، مردی بزرگ میموند که همه چیز میدوند، جهان میدوند، زندگی میدوند، آدمگری میدوند. آن همین چیزای من از کتاب آموختم. واقعا کودکی‌هاش درد داشت. کودکی‌هاش خوشی‌های تلخ فرجام زندگی را زیاد چشیده. اما وقتی چشم دیرش باز شد در شناخت حرف کتاب، دیگر یأس و ناامیدی‌ها یک اندازه رفت گردید از صفای باطن. رفیق شفیقش شد کتاب.
مرهمبر داغ و دردش، انیس کنج تنهایی و واقعا هم فروغ صبح داناییش گشت کتاب. با کتاب سیر عالم ادب برآمد، عالم و آدم را شناخت، از گذشته حکمت برداشت، با جهان معاصر پیوست و فردا را واضح و روشن دید توسط کتاب. زندگیش را تغییر داد کتاب، زندگیش را ساخت کتاب. از اینجاست که تا هنوز کودکی‌هاش در پنجه یتیمی بوی کتاب دارد. به مشام مادر عزیز، در آغاز بیشتر کتاب میخوندید، مطالعه میکردید، بعدا شما کی احساس کردید که نه فقط حوصله خواندن دارید، دیگر حوصله نوشتن هم هست؟ عشق نوشتن کی بیدار شد؟ کی احساس کردید که میتوانید نوشتن، باید نویسید، باید به کسی نشان دهید؟ من هنوز در صنف 5 میخواندم. استاد عینی 75 سالگیشان جشن میگرفتن. من علاقه اثرهای استاد عینی خواندگی بودم. مکتب کهنه، یادداشت‌ها، غلامان، داخونده، هم کتاب‌های خواندگی بودم. همینقدر مهرم بلند بود نسبت به استاد عینی. زندگی نامه نوشتن رفتن کس آدم‌های جوان‌های بیدار کردن که خواندن در کور، حقوق خود را شناختن در کور، آدموار زندگی کردن در کور. من همین چیز از کتابشون همین چیز من آموختم. برای همین یک کودکانه میگی کودکانی خودم بیان کردن خواسته چند مصرع شعر نوشتم. ثانی معلم ادبیات ما به نشان دادم که بسیار مرد فاضل بودن، شعر گرفتن و تبسم کردن و که این حال شعر نه مهرته هم حسیاتی خودت افاده کرده توانستی، همینش هم خوری کلام. بله بله. بعد من از شعر دور گرفتم خودم، برای اینکه برای شعر نوشتن بسیار فقط استعداد کم، دانش در کار. نظم این هم تو گپی خشک خالی نه، و باید قافیه دانستن در کار. همه سخن باید برکشیده شود. برای همین من از شعر خودم دور گرفتم، برای اینکه حالی قوتم نمی رسید. لیکن وقتی که دانشجو شدم در کرسی دیگه میخوندم. یک حکایه نوشته و استالین آباد، اون وقت استالین آباد بود، فرستاندم و اداره صدای شرقی سرخ بود اون وقت. بله شرقی سرخ. آدم نمیدونم در جوانیش بسیار وای میشد بیشتر است از به تکلف. فکر نمیکرد است که حالی این چیزی اولی نه، همین خیلی مجله جوانی با بیباکی ساخته، بیباکی جرأت دارد جوانی. بیباک بودیم در همین خیلی فرستاندم، خیلی گرفته چاپ کردم. مکافات عشق پاک عنوان داشت. همین سالی 62 در شماره 6 شرقی سرخ چاپ شد. به زندگیش چقدر خوبی و چقدر خوشی آورد چاپ نخستین آفریده‌اش با نام مکافات عشق پاک. این آفریده مانند بود به یک گلدسته خوشرو و خوشبویی که دسته بسته شد از باغستانی سبز تازه جوان و مست تپیش ذوق و سلیقه ایجادکار جوان. و از همان دور، یعنی از سال 1962 بعد چاپ حکایه در مجله با نفوذ ادبی شرقی سرخ، روح بلند شد، جرأتش فزود. دیگر اندیشه بیشتر و بیشتر سبزید، گام‌ها استوار گردید، حسن بیان برخورد ذهن‌ها شد و به چشم افتاد با لطف همکاری‌های بیشتر با روزنامه و مجله ها. دیگر گل اندیشه‌اش ریشه دواند و
برگ شکفت در گلدان ذوق و در گلدان ایجادش. دیگر آهسته آهسته آفریده هاش کتاب شد و خواننده یافت و مردمی گردید و این اعتراف واقعا هم مبارک باد برای صفیه ناصر. ما یک چند کتابی ایشان را چاپ کردیم در استقبال. میتوانم اینجا معرفی کنم. این ستارچه درون سیب، این یک بسیار قصه عجیب است که چرا درون سیب دانه ها هستند، چرا در میانه هستند. یعنی این یک پند عجیب دارد که من به خوانندگان نمیگویم، اینجا میخواهم خودشان خوانند و فهمند که بسیار چیزی عجیب است. اونجا هم قصه ها و هم حکایه های بسیار کوچک، یعنی خورده پرمضمون و شیرین رو در بر میگیرد. ما بسیار هم از زنها نویسنده ها کم داریم، اما صفیه ناصر توانستند که مثلا همون مهری وقتی خواننده میخواند، یک کودک میخواند، همون مهری بیبیانه صفیه ناصر را احساس میکند. یک حکایه دیگرشون آی خودپسند. حتی حیران میشد که چرا آی خودپسند است، برای چی؟ خود همین نامگذاری های حکایه هاشون، خب گوییم طرزی حل موضوع در هر یک حکایه این کس را وادار میکند که جستجو کند، همون حکایه را خواند و از آن بهره برد. خب مثلا برای از همه خردترکان اون کس کتابشون را ما چاپ کردیم، زرافه یک سیب دوست. اینجا یک عجیب است چرا موضوع هرچند دوستی، رفاقت و هست، لیکن به یک طرزی بسیار ذوق‌آور اینجا حل کرده شده است همین موضوع که چرا او سیب را دوست می داشت و عاقبت با یک دوستش که تربوز می بیارد وی را هم دوست می دارد. یعنی من اینجا یک چیزی عجیب هست در این موضوع. و صفیه ناصر عادتا در ایجادشان دانه 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 نکوکاری، مهربانی، دانه دانه من خصلت های نیک انسانی میکارن که از اینها کودکان ما خیلی یک درس، یک گویم به خود یک عبرتی گرفته میتوانند. مکافات عشق پاک وقتی دانشجو بودید اگر نوشتید با این نام، یعنی که علاقه شاید عشق را چشیده بود کامی شما؟ بله، کرسی اول در کرسی اول تحصیل میکردم، پختچینی بردم. در همانجا با همسر آینده‌ام شناس بودیم. این کسی میشناختم پیش از، چون که در همسایه محلگی زندگی میکردیم، با میخوردیم، یکدیگر را میشناختیم. اونجا با هم کسی که بسیارتر میشناختم صحبت میکردیم، بسیارتر همراه پخته میچیندیم، درباره کتاب ادبیات صحبت میکردیم. برای همین من دقتم هم کس جلب کردن، برای اینکه درباره ادبیات ملاحظه رانی ها ما مانند بود. یک دیگر بس سوال و جواب کرده میتوانستیم، عقیده خدا افاده کرده میتوانستیم. همین چیز اون کس من پسند آمده است. همین خیلی از من دست نکشیدن. این کس ختم کرده به دوشنبه آمدن در اداره پیانیری تاجیکستان، وقت امروز به کار داخل شدن، لیکن هر زمان مکتوب می نوشتن. من مکتوب با جواب می نوشتم. ایشون اینجا شما اونجا. لیکن احساسی فقط دوستانه بود. من حالا درباره محبت، عشق بودن این چیز سرفهم نمی رفتم. فقط برای اون که این کس درباره ادبیات و همین چیزا شوقشان بود و صحبتم بیشتر در همین خصوص بود. برای همین یگان کتاب خودشان از اینجا کتاب های تاجیکی گرفته من به می پرستاندن و دیوان لاهوتیه فرستاندن. باز چند کتاب فرستاندن که من خوانم. همین خیلی دوستی ما از همین پیدا شد.
نه هم خانه شدیم سال 62 آمدم. منم دوشنبه به ادبیات تاجیک مهرم زیاد بود. همین چیز من این دفعه گرفته آورد که من مرکزی ادب مرکزی تاجیکو به میروم گفته خرسند آمدم. چون عشق آمد سراغش، صفیه دیگر در کرته‌اش نمی غنجید. دلش پر از فریادهای بی‌زبانی گشت. تشنه برون جستن. مست جام محبت دست به دست با یاری برگزیده، صفیه آمد به دوشنبه و زندگی ساخت. خانه بخت بنیاد کرد با 101 آرزو و نیت‌ها. هنوز دانشجو بود که همزمان مادر شد. دامنش سبز گردید و نخست فرزند به دنیا آمد. کمال همنشین با یار جانی به ایجادیات بعدی صفیه ناصر اثر بنمود. آفریده هاش رنگ و ریب گرفت. اگر در آغاز آفریده هاش ساده ترکیب و بپیرایه، بی‌غبار و با صفا و عاطفه می‌نمودند، آفریده های بعد ازدواج مرحله به مرحله پیراهن نو پوشیدند. مثل که نگاه نویسنده در بر یار قدیم و ازلی کمال یافت. مساحت اندیشش بزرگ گردید. مثل که ذوق نویسنده به بلاغت رسید. زیرا دیگر در سرزمین ایجاد تنی تنها قدم نمیزد. پشت و پناه و یار و یاورش بود مرد خانه‌اش. تقدیر جنبان بود در تقدیر ایجاد همسر شوهر دانشمند هوشمند. همت کرد شوهر، خدمت کرد شوهر، نوشته اش را خواند، خرج کرد و ایجادش را کتاب بنمود و پیشنهاد خواننده گردانید. چه همتی بلنده، چه عشق آسمانی. بیهوده نگفتند قدری زد زرگر بداند. واقعا یادی انسان‌های زیبنده زندگی و خیر با. سال 64 فرزند اولینم تولد شد. نامش ظریف جان مانده. چرا ظریف؟ حاضر من میگم همسرم بسیار خودشان مردی ظریف بودن، ظرافتگو، همین خیلی شوخی های نقد میدیدن. وقتی که همین ظریف گفتن من راضی شدم. بچونه چرا؟ برای اینکه من وقتی که کرسی دیگه در سمرقند تحصیل میکردم در مکتب ها زبان فارسی جاری کردن. من که همین حروفات نیاگان میدانستم، من مکتب همچون آموزگار توصیه کردن و کار بفرستاندن. صنف سیوم یک پسرک که لب دندچه شوخ همین خیلی می نشست. نامش ظریف بود. پیش به دخترها میشتن، از همون مویشون میکشید و یکدیگرش میبست. تله میداد که ویوخشون روچکه و کتاباشون پریشان میشد. بسیار شوخ بود. من ظریف جان آخر شوخی نکن، چی با بی‌ادبی میکنی، دخترای آزار میدهی. من معلومه جان من هیچی نکردم. همین خیلی چنان خوشرو گپ میزد و همین خیلی بیسکینک میشد که دیگر بعد کاردار نمیشدم. برای همون چیز مهری همون پسرک در دلم بود که همین وقتی که نامی پسرم از ظریف گفتن میلش گفتم، خرسند شدم. حقیقتا پسرم همین خیلی ظریف است، بسیار بچه شوخ. وقتی که ما خبرگیری می آمد در خونه ما فقط لطیفه گویی، خوشگویی، دیگر غیبت نیست. و همین پسر سبب شدن که شما به نوشتن اثرهای بچگانم شروع کرده؟ برای آنکه من وقتی که دوشنبه آمدم اول در مکتب کمتر کار کردم، بعد در مجله مشعل
به کار قبول کردن، همینجا به کار کردن. بیشتر در مطبوعات بچگانه کار کردم. برای کودکان نوشتن مکتب ها با که بسیارتر شرکت داشتیم. من میرفتم می آمدم درباره بچه ها بسیارتر که خبر و مطالب می نوشتیم. همین خاراکتری بچه ها ما نشست مجبور همین شوق ما می آورد می نوشتیم. همسرم منم همین خیلی بیشتر. لیکن اول از ادبیاتی برای کلانسا نوشتن و مشق کردم، بعد کودکان گذشتم. حضورش مبارک است و پرمحتوا راستی برای عزیزان خانه‌اش. ابراز اندیشه هاش بیکر است و سازنده. حسن دلچسبی هست در بیانش، زیرا در همین مرحله مبارک عمر نیز همنشین کتاب است و کتاب همدم رازش. در گذشته مادرها، بیبی‌ها، بیبی کوان‌ها افسانه میگفتند، قصه میگفتند. همین به بچه منفعت می آورد یا نه؟ البته افسانه هایی که بیبی ها نقل میکنن کودکای علاقه ادبیات به نزدیک میکنن. همسرم شعر بسیار میدانستن. ایجادات میر سعید میرشکر قریب که همیشه میدانستن گویم خطا نمیشود. همین خاطر درباره وقتی که من کودکای خوابانده نمیتوانستم، هنرم نبود، اون کس افسانه گفته، شعر گفته، بچه میخواباندن. همین پسرم اذیت میداند، همشون میدانند درباره خواب و برف و باد. همین چیزا همین خیلی تا همین نخوند پسر یک کلونیم خوب نمیرد کودکش به همین گویت میگفته میشت، همین میخوندن بعد خوبش میبود. حاضر وای اکنون نبیره خوش به میگوید همین چیزا. خیلی زیاد کتاب دارید. این کتاب ها رو همگی رو مطالعه کرده اید یا نه؟ البته ما همین کتاب که میخریدیم اول میخوندیم، بعد رفت میماندیم. هم بینید حضورم بی ترتیب استودد. هر زمان بچه ها، هم دخترم برای فرزنداش آمده یک سومکه کتاب گرفته میبرد، هر دفعه با آورده میماند. پسری کلانی من همین خیل، این وی خوردی هم همین خیل. به کتاب ما خودمون تصور کرده نمیتوانیم. ما هم از روی هوس برای نمایش دادن کتاب نخریدیم. هم پولی وی کمتر پول ما که بود میشوندیم که پلان جبه کتابی همیشه هست، رفته همونه حتما میخریدیم. از مال دنیا کتاب دارند، کتاب دارند، دنیا دارند. این درگاه پر از کتاب مانند به یک دنیایی است که آنجا همه چیز ارزش دارد. فضای پر از نور، پر از عزت، پر از وقار و پر از عشق. جان در نهاد خانه است مادر و جان در نهاد مادر. این همه کتاب ها اینجا. عجب رابطه تأثیر گذاره. در خوی و خصلت اون کس یک نرمی هست که در دیگر بانوان دریافت کردن دشوار است و من در همین سیمای مادر این کس همچنین یک زن بانوی بسیار نه تنها گویم که گرم سخن، نه تنها ملایم مهربان، بلکه اون کس یک کان معرفت و کان پند هم بودن. همیشه سخنشان با یک ضرب المثل، با یک مقاله و بسیار شیرین گپ، بسیار آهسته گپ بودن و برداشته از روزگار مادر، برداشته از تقدیر مادر، برداشته دارد صفی ناصر از خوب سبقهای مادر. بنابر همین هم یعنی که در عائله تربیت یافتند که عائله به فرهنگ، عائله به معرفت، عائله که به علم، به کتاب مهر و محبت داشتند. مادر عزیز، از موقعی که دارید در زندگی، در جامعه و از جایگاهی که آفریده های شما دارد در فضای فرهنگ،
قانع هستید؟ البته من برای یک چیز آفریدن نوشتن خیلی فکر میکنم. پیشتر وقتی که همسرم بر حیات بودن، وقتی که صحت سلامت بودن، من هم موضوعی که فکر کردم یافتم همین چیزا اون کس به میگفتم، نقل میکردم که همین نوشتن میارزد. خیلی نصیحت میدادن نویس بینیم چی خیلی میشود. خواننده من اول همسرم بودن، خواننده اون کس من بودم. همین خیلی با مصلحت یکدیگر ما کار میکردیم. من هم گپای بیهوده نمیبینم. هر چیزی که آدم نویسد یک جانش باشد، یک کس به یک تاثیر گذارد، یکون منفیتش باشد. انا همین خیلی من فقط خوبی تصویر میکنم که آدم ها همین چیز به بیشتر دقت دهند و همین چیز به جلب شوند. کودک به چیزی بهترین آموختن در کار و میمون و کمچی و تنقید کردن در کار نه، فقط جهت خوبی انسانی آموختن در کار و به پیروی کند. اگر ما گیم که ای وای حیوان بریم بود و بسمدان همین خیلی چیزهای منفی گیم اگر و هم وای میکند، پیروی میکند. باید ما کوشیم که چیزی خوب گپی خوب، کاری خوب پیرو شود. مادر عزیز، شما در یک مرحله بسیار با برکت عمر هستید، اما خاطره‌تان خیلی زیبا و روشن است. خاطره ضعیف نشده است. سبب ضعیف نشدن خاطره شاید مطالعه کتاب ها باشد. البته از کتاب خواندن، از عمل نیک کردن، همین چیزا آدم خاطرش نفت میکند. همیشه آدم مثلا من وقتی که تنها ماندم یکون چیز به دلگیر زد شدم، همسرم که بسیار شعر میدانستن، هم کس همین جهت به کدام از کدام شاعر یک بیتی میگفتن، یکون چیز میگفتن. همین خاطر امکان هر یک مناسبت به وشون شعر گفتنشون، یک بیت یک مصرع گفتنشون بسیار بود. مثلا میگفتن که من همین یک چیزی در جهان هیچ کس چون سوزن همت نداشت، با وجود تنگ چشمی پرده پوشی عالم است. بینید اینجا به اینقدر فلسفه زندگی. عزیزترین شعر قلب خودتان چیست؟ بودیم و کسی ما را پست نمی داشت، باشد که نباشیم گویند که بودیم. همینقدر آرزو دارم، همینقدر گفتنی دارم. دیگر همش پسی سر شد، همش من خوبی های زندگی هم بسیار دیدم، ناخوشی هم دیدم. مادر عزیز، خیلی ما انسان های سعادتمند بودیم که امروز به ما میسر گردید که چند لحظه با شما باشیم، از شما بگوییم، از شما بشنویم. ما بیشتر مثل که شنونده بودیم، ما فقط گوش کردیم، مداری سوال گذاشتن حتی نداشتیم، زیرا ما را شما وارد کردید به یک دنیایی که هوسمون اومد که چگونه انسان میتواند در همین مرحله عمر فقط احساس آزادگی داشته باشد. سعادت زندگی نصیبتان. پیرها تشنه صحبت، تشنه یکدیگر دیدن، تشنگی من صحبت های شما، سوال هایی که برای من دادید، من جوانی من، کودکی من یادآور شدم، زندگی من یادآور شدم. این برای من بسیار خوش بود. خلاص بیننده عزیز، نویسنده عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان صفیه ناصر را در عصر تازه با تجلای تازه دریافتیم. خوش به حال ایشان که با لطف و مرحمت و اعتقاد و اعتماد پر از شادی آغاز و ذوق آفرینندگی است تا هنوز. با سرشت از صداقت سرشته شده این وجود زیبا یک هنر
و یک آسمان محبت را در تینت خیش سبزانیده که خوشا به حالش. پنداشتم صداقت به نیاگان، صداقت به سخن، صداقت به زندگی و صداقت به زحمت به زندگی و ایجادش برکت فزوده. کی ثنا بر او یا نه؟ بیننده ما